از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا برای چی به حضرت زهرا میگن زهرا؟ زهرا معنیش یعنی نورانی. برای چی به حضرت زهرا میگن زهرا؟ امام صادق فرمود که وقتی که نور حضرت زهرا خلق شد آنچنان، خب ما که تصوری از نور، این نورا رو داریم دیگه، چیز دیگه نداریم که. وقتی نور حضرت زهرا خلق شد آنچنان بود که ملائکه از عظمت این نور به سجده افتادن. یعنی من نمیدونم چجوری بگم جسارت به مقام خداوند متعال نشه، یعنی این رو گویی مثلا حس کردن خداست، این نور یه نوری هستش که مستقیم نوره، به سجده افتادن. بعد گفتن که خدایا ما هذا نور، این نور چیه؟ خدا متعال فرمود هذا نور من نوری، این از نور منه. یعنی بین حضرت زهرا اون مقام نورانیش، مقام جسمانیش که تو دنیا بوده 18 سالش هم بوده، مقام جسمانیش، اون مقام نورانیش، اون وجود نوریش مستقیم از خداست، مستقیم از خداست. حالا خوب اینو دقت، این کلمه مستقیم رو دقت بکنید، ببینید از این روایت خدا فرمود به ملائکه هذا نور من نوری خلقته من عظمتی، او رو از عظمت خودم خلق کردم. اخرجه من صلب نبی من انبیایی افضله علی جمیع الانبیا، او رو از صلب یکی از انبیاء خودم که برترین انبیاست، یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم، از صلب او خارج میکنم. خوب دقت بکنید، طبق این روایت اصلا حضرت زهرا وجود نوریش از اصلاب انبیاء گذشته نگذشته، مستقیم به پیغمبر اکرم داده شده. از صلب انبیاء گذشته نگذشته، مستقیم به پیغمبر داده شده. همینجور هم هست تو روایت معراج داره، پیغمبر زمانی که معراج بود میگه من سیبی رو برام آوردن که این سیب رو وقتی شکافتم نوری ازش متساعد شد که ففزعت منه، من مضطرب شدم از این نور، من مضطرب شدم. به جبرئیل گفتم که این نور چیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله هذا نور فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، این نور کسی است که در عالم پایین بهش میگن فاطمه، شأنش فاطمه بودنه، قطع کننده شیعیانش از آتش جهنمه. فاطمه یعنی قطع کننده، دربی که دشمنان اهل بیت میخواستن باز کنن همه رو به سمت جهنم ببرن، از زهرا اون درو بس. شأنش در عالم پایین فاطمه است، هذا نور فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، تو عالم بالا منصوره است، چون اونجا خدا نصرت بهش میده، منصور است، مورد نصرت خداست برای جمع آوری شیعیانش تو عالم بالا به سمت بهشت و دوستانش به سمت بهشت. زهرا تو مثل دریایی بیکرانی، بانو صفای دلهایی مهربانی، مادر سرور جانهایی جاودان. زهرا بنت حبیب الله یا مولاتي يا زوجة ولي الله سيداتي، أم الأئمة حبل الله صلوات. دل من شده کودک خانه تو، کودکی که گرفته بهانه تو، بگو هست که بپرسم نشانه تو. موقعی هم که حضرت خدیجه سلام الله علیها موقع وضع حملش بود، خب همتون شنیدید کمک خواست از زنان قریش. زن موقع وضع حمل به هر حال کمک داشته باشه. زنان قریش گفتن که ما نمیایم، ما به تو گفتیم با یتیم عبدالله ازدواج نکن، تو ازدواج کردی، ما با تو کاری نداریم. در واقع لیاقت نداشتن که بیان موقع تولد حضرت زهرا، لیاقت نداشتن که دست اونا به بدن مطهر حضرت زهرا بخوره، نباید می اومدن. خانم خدیجه کبرا خیلی مغموم و ناراحت نشسته بود. یه مرتبه دید انگار 4 زن از آسمان، یعنی مکاشفه‌ای بود دیگه، 4 زن اومدن نورانی زیبا. خدیجه کبرا ابتدا یه مقدار اضطراب پیدا کرد که خب این از کجا اومدن. معرفی کردن اونا خودشونو. اولی گفتش که من حوا هستم مادرت، اون دومی گفتش که من مریم هستم بنت عمران مادر عیسی، سومی گفت من ساره هستم همسر ابراهیم، چهارمی گفت من آسیه هستم همسر فرعون که خدا تو قرآن به عنوان ضرب المثل مؤمنین او رو معرفی کرده. ما اومدیم کمکت بدیم موقع تولد. اون موقع حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شد. از اون به بعد
ببینید پیغمبر با حضرت زهرا جوری رفتارش بود که به قول ابن ابی‌الحدید که عالم سنیه میگه رفتار پیغمبر و رابطه پیغمبر با زهرا از رابطه پدر و دختری رد شده بود. رابطه پدر و دختری نیست. کدوم پدر هستش که تو تمام عمری که دخترش میومد پیشش، یعنی 2 ساله بود، 4 ساله بود، 5 ساله بود، 7 ساله بود، تا 18 سالگی پیغمبر تمام قامت بلند میشد میرفت دستشو میبوسید. پیغمبر میفرمود که هر موقع دلم برای بهشت تنگ میشه زهرا رو استشمام میکنم. خوب دقت بفرمایید، پیغمبر که دلش برای بهشت تنگ میشه، بهشت ما نه ها، بهشت خودش. بهشت پیغمبر تا بهشت ما خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. پیغمبر فرمود کلم اشتقت الی الجنه شممت ابنتی فاطمه، او رو استشمام میکنم. خدا خیر بده این شاعر خوب زمان خود ما رو. ای بهشت قرب احمد فاطمه، اشاره به همین داره، ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. می نویسیم اگر یا زهرا، کار داریم همه با زهرا. می نویسیم هزاران دفعه فاطمه فاطمه زهرا زهرا. نصف او را ز سر ناچاری می نویسیم و الا زهرا فاطمه بود. سراپا احمد مصطفی بود، سراپا زهرا. انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر ما میخوایم بهت یه عطیه بدیم. اعطینا، عطیه، هدیه میخوایم بهت بدیم. کوثر رو میخوایم بهت بدیم. سوره کوثر سوره از زهراست. ببینید تو ادبیات عرب یک کلمه آتینا داریم، یک کلمه اعطینا داریم. آتینا یعنی دادن. این لیوان رو الان من بخوام به دست شما بدم میگم آتیناکه، من اینو به تو دادم. اعطینا رو هم ما تو فارسی بخوایم معنا کنیم، اعطینا هم یعنی ما به تو دادیم، اعطیناک الکوثر، ولی با هم فرق میکنه. کلمه اعطینا توش عطیه خوابیده، یعنی ما میخوایم به تو یک عطیه‌ای بدیم، یک هدیه‌ای بدیم فوق اعمالت سر جاش، ولی میخوایم منت سر توی پیغمبر بگذاریم، یه هدیه میخوایم بهت بدیم. انا اعطیناک چی؟ کوثر. میخوایم کوثر بهت بدیم. فصل لربک وانحر. به شکرانه این که ما میخوایم بهت کوثر بدیم، صل، نماز بخون، وانحر، و قربانی کن، نحر کن، قربانی کن. ان شانئک هو الابتر. دشمنت ابتره. دشمنت به تعبیر خیلی خودمونی اجاقش کوره، نسلش دیگه ادامه پیدا نمیکنه. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان ایشون فرموده بعضی از اهل سنت گفتن معنای کوثر که خدا میخواد به پیغمبر کوثر بده یعنی قرآن. گفتن یعنی قرآن. انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر ما میخوایم بهت قرآن بدیم. علامه طباطبایی میگه چه معنایی؟ خب اگر ما کوثر رو قرآن معنا بکنیم، صدر آیه با ذیل آیه، سر و ته آیه به هم سوره به هم نمیخوره، چون معناش اینجوری میشه. شما نگاه کنید معناش اینجوری میشه. پیغمبر ما میخوایم به تو قرآن رو بدیم، به شکرانه این که میخوایم بهت قرآن بدیم نماز بخون و قربانی کن، دشمنت اجاقش کوره. چه ربطی داره؟ بعضی گفتن معنای کوثر احکام دینه. پیغمبر ما میخوایم بهت دین رو بدیم و احکام دین رو بهت بدیم. علامه طباطبایی میگه بازم نمیخوره. خب معناش این میشه که ما بهت احکام دین رو میدیم، به شکرانه این که بهت احکام دین رو میدیم نماز بخون و قربانی کن، دشمنت اجاقش کوره. هیچ ربطی نداره. علامه طباطبایی میفرماید که به قرینه این که اون آخر سوره این مطلب رو داره، ان شانئک هو الابتر، دشمنت نسلش بریده است و اجاقش کوره، نشون میده کوثر یه چیزیست مربوط به فرزندان و ذریه پیغمبر. یعنی پیغمبر ما میخوام بهت یه چیزی بدیم که نسلت رو ادامه بده، فرزندانت و ذریت رو ادامه بده، نسلت ادامه پیدا کنه. به شکرانه این که میخوام یه همچین چیزی بهت بدیم نماز بخون و قربانی کن، دشمنت هست که نسلش قطعه، ما به تو یه چیزی میدیم که نسل ادامه پیدا کنه، دشمنت اجاقش کوره. کاملا به هم میخوره. پس کوثر یه چیزیست مربوط به نسل و اولاد،
این همون است که تو روایات ما داره که مقصود حضرت زهرا سلام الله علیها است و کاملا با آیه هماهنگ، با سوره هماهنگ. چون میدونید می اومدن به پیغمبر طعنه میزدن، میگفتن پیغمبر اجاقش کوره، نسلش دیگه ادامه پیدا نمیکنه. چون پیغمبر 2 پسر داشت، یکی ابراهیم، یکی قاسم، که در بچگی از دنیا رفتن. این 2 پسر. دخترای پیغمبر هم غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن، یعنی فقط یه حضرت زهرا مونده بود. خب اون زمان شما کم و بیش میدونید عرب جاهلی ادامه نسل رو از راه پسر میدونست، یعنی اگه کسی پسر داشته باشه این میتونه نسلش ادامه پیدا بکنه. خب پیغمبر هم که پسری نداشت، می اومدن به پیغمبر طعنه میزدن که تو ابتری، اجاقت کوره، دیگه نسلت ادامه پیدا نمیکنه. خدا فرمود که پیغمبر ما به تو کوثری رو میدیم که نسلت رو ادامه بده، دشمنت اجاقش کور هست و نسلش ادامه پیدا نمیکنه. تا اینجا که سوره کوثر به این معنا هست همتون شنیدید. این سوره معنای بسیار بالاتری هم داره و اون این که حضرت زهرا سلام الله علیها که وجود بابرکت، کوثر، خیر کثیره، فقط ادامه نسل پیغمبر نیست بلکه ادامه نبوت پیغمبر. یعنی فقط اینجور نیست که حضرت زهرا بچه‌های پیغمبر رو ادامه بده که نسلش بماند، مهمتر اینه که حضرت زهرا کاری کرد که نبوتش بماند، نبوت پیغمبر بماند. شما نگاه بکنید، همه من و شما باز این رو میدونیم که پیغمبر اکرم خب چون انسان هست عمرش محدوده، بالاخره یه زمانی عمرش تمام میشه دیگه، اما دین پیغمبر باید تا قیامت بره، قرآن باید تا قیامت بره. درسته؟ خود پیغمبر عمرش محدوده اما دین و قرآن باید ادامه پیدا بکنه. چی باید ادامه بده؟ قرآن و دین رو که تحریف نشه، آنچنان که یهود و نصارا کتاب دینیشون تحریف شد، دینشون تحریف شد. وقتی پیغمبرشون از دنیا رفت، حضرت موسی از دنیا رفت، حضرت عیسی از دنیا رفت، دین مسیح و دین حضرت موسی و کتب آسمانیشون تحریف شد، دست توش بردن که الانه خب میدونید اینا همه دین‌هایی هست، این چیزایی که مونده جعلیه. حالا این بلا ممکنه به سر پیغمبر و دین پیغمبرم بیاد چون پیغمبر از دنیا داره میره، اما این دین تا قیامت، چون آخرین پیغمبر و آخرین دین و آخرین کتابه، باید تا قیامت بره. خب چی باید حفظ کنه؟ امام اون کسی است که همه خصوصیات پیغمبر رو داره جز نبوت، جز وحی گرفتن وحی، همه خصوصیات پیغمبر رو داره. امام دنباله نبیه که باید باشه تا قرآن رو نگه داره، تا دین رو حفظ کنه، تا دچار تحریف نشه. امامت همون نبوته بدون اینکه وحی رو بخواد بگیره، همه خصوصیات پیغمبر رو داره. اگر امام نباشه دین از بین خواهد رفت، قرآن از بین خواهد رفت، طبیعتا نبوت پیغمبر دیگه از بین خواهد رفت، چون محصول نبوت پیغمبر قرآن و دین دیگه. وقتی قرآن و دین از بین بره یعنی دیگه نبوت پیغمبر ادامه پیدا نمیکنه. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اومد جلوی این انحراف رو گرفت، کاری کرد که امامت در کنار قرآن، اطرت در کنار قرآن بماند. وقتی که اول ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما پیغمبر اکرم وارد منزل شد، سوال کرد از امیرالمومنین علیه السلام که آقا زهرا رو چجوری دیدی و یافتی؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود که آقا نعم العون علی طاعت الله، کمک برای بندگی خداست. یعنی شیعیان وقتی ازدواج کردید زن و مرد باید کمک همدیگه باشید برای قرب به خدا، کمک بدید همدیگه رو جلو ببرید. ما داریم الان مواردی، با تأسف باید عرض کرد، داریم الان از مواردی که اون طرف میگه حاج آقا ما قبل از اینکه ازدواج بکنیم که من اصلا آرایش نمی کردم برای نامحرم، ولی وقتی ازدواج کردم شوهرم از من بخواد برای اینکه کلاسش پایین نیاد، پیش دوستاش کم نیاره، میگه تو مثلا باید چجوری بیای بیرون. داریم اینجوری. این نعم العون علی طاعت الله یا جهنمی کردن همسرشه. داریم موردی رو که میگه حاج آقا ما کی قبل از ازدواجمون، اون موقعی که تو خونه پدر و مادرم بودم، که شوخی با نامحرم میکردم، ولی وقتی ازدواج کردم شوهرم میگه باید بیای بشینی تو جمعی که ما با رفقا هستیم، همه با هم دیگه مختلط بشینن، بگی بخندی، روابط اجتماعی باید گرم باشه. این نعم العون علی طاعت الله هستش یا جهنمی کردن همسر هستش. زن و شوهری که بعد از ازدواج کاری بکنن که پای همدیگه از روابطشون با پدر و مادر قطع بشه، کدورت ها بیشتر بشه، این نعم العون علی طاعت الله.
بهشتی کردن همدیگه است یا جهنمی کردن همدیگه. این که امیرالمومنین علیه السلام به حضرت رسول عرض میکنه که فاطمه نعم العون علی طاعت الله، در بندگی کمکه. و از اون طرف وقتی از حضرت زهرا سوال میکنه پیغمبر اکرم که زهرا جان تو علی رو چجوری یافتی، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که خیر و بعله، بهترین شوهر. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود 9 سالی که فاطمه اومد تو خونه من، تو طول این 9 سال ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک مرتبه نشد که زهرا من رو غضبناک بکنه و یا من او رو غضبناک بکنم، یک بار نشد. ما اغضبتنی ولا اغضبتها، تو طول این 9 سال ولا اسد لی امرن، یک بار نافرمانی من رو نکرد. نه فقط یک بار نافرمانی نکرد، اون که خب از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها معلومه، بلکه حتی یک بار کاری نکرد که امیرالمومنین خجل بشه. چیزی از حضرت امیر نخواست تو طول این 9 سال که امیرالمومنین قادر نباشه انجامش بده. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون، درود خدا بر او که دین رو و فرهنگ دین رو خوب میشناخت. تو خاطرات زندگی اون بزرگوار نقل بکنن که حضرت امام به یکی از خانومهای خانوادهش فرموده بود که فلانی حاضری با من یه معامله بکنی؟ اون خانوم به امام گفته بود آقا چه معاملی؟ امام فرموده بود حاضری که من ثواب تمام عبادتهای عمرم رو بهت بدم، تو ثواب یک شب بیدار بودن و بچه رو نگه داشتن رو به من بدی. ثواب یک شب بچه داری که پارو خودت گذاشتی، پارو نفست گذاشتی، فقط فکرت به او بود، این رو به من بدی. خانه دار بودن چیزی کم ارزشی نیست، خانه محل عبادت، معبده. و از همینجا باز این نکته رو عنایت بفرمایید که طلاق چون فروپاشی خانواده هست مبغوض خداست، این معبد رو از بین میبره. از این جهت ولو حلاله، بالاخره یه جا برای طلاق گذاشته شده، اما حلال مبغوضه، خداوند متعال دوست نداره این رو، چون این معبد از بین میره، این عبادتگاه فروپاشیده میشه. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت و سیر و سلوک، به زبان اون کسانی که اهل این حرفا هستن. این حرف بنده نیست، یکی از دوستان موثق ایشون میگفت من خدمت علامه طباطبایی رسیدم، رضوان خدا برش، گفتم حاج آقا اگه میشه یه نسخه سیر و سلوک به ما بدید. علامه طباطبایی فرمودن که آقا جون شما مجردی یا متأهلی؟ گفتم حاج آقا مگه فرقی هم میکنه؟ شما فرمودن بله که فرق میکنه. یه چیزهایی برای مجرد عبادت و باعث قربش به خدا میشه که اگه همین شخص متأهل شد، اگه اون کارو انجام بده، هیچ قربی که براش نمیاره، بعد از خدا براش میاره. شرایط فرق میکنه. مثلا شما فرض کنید یه جوون مجرد، جوون مذهبی هم هستش، هیئتی هم هست، مسجدی هم هست، اگه با رفقای هیئت تا دیر وقت تو مسجد باشه، تو هیئت باشه، خب یا با هم راه بیفتن مسافرت این ور اون ور برن، اون چیز بدی نیست. اما همین جوون وقتی متأهل شد، اگه تا دیر وقت هیئت باشه، اگه تا نصف شب مسجد باشه، راه بیفته این ور اون ور مسافرت بره و به خونش نرسه و به خانواده‌اش نرسه، هیچ قربی که براش نمیاره تو هیئت و مسجد بودن تا اون موقعی از شب، بلکه بعد از خدا براش میاره. من توی یه مسجدی تو تهران یه موقع صحبت میکردم، اومدم بیرون، یه خانم جوانی اومد گفت آقا تو رو قرآن به این مخاطبینتون که شوهر منم جزوشونه بگید که وقتی متأهل شدید شما شرایطتون فرق میکنه، دیگه قرار نیست تا دیر وقت تو مسجد باشید. شما که یه خدمتکار نیاوردید خونه، شما که فقط یه نفر رو نیاوردید که لباساتون رو بشوره، غذا براتون درست کنه. من گاهی موقع تا نیمه شب منتظر میمونم، خسته میشم، میترسم، ولی همسرم نمیاد. کاملا حرف درستی هستش. شرطی که شرایط مجرد با متأهل با هم کاملا فرق میکنه. یه چیزایی برای او عبادته که برای این دیگه عبادت نیست. تو قرآن یه آیه‌ای هست، آیه 83 سوره بقره. این آیه رو من تقاضا میکنم ازتون دقت بکنید، حرف خداستی. آیه 83 سوره بقره. خداوند متعال
اول میفرماید و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل یه میثاق، یه عهدی گرفتیم، یه پیمان گرفتیم، لا تعبدون الا الله، جز خدا رو نپرستید، فقط خدا رو بپرستید، و بالوالدین احسانا. مرحوم شیخ حسی ایشون میفرماید این که خداوند بعد از دستور به پرستش و بندگی میگه و بالوالدین احسانا، یعنی بالاترین چیز تو بندگی احسان به والدین، این رو ذکر کرد و واقعا هم همینجور هستش. البته احسان به والدین، احترام به والدین، اطاعت از والدین تا جایی است که امر به معصیت نکنن. ببینید ممکنه یه جایی مثلا فرض کنید والدین از آدم بخوان معصیت، یعنی اینجا نباید اطاعت کرد، اینجا اطاعت از خدا باید. شب عروسی هست میاله امشب چیزی نیست، امشب پاشو برقص، یه شب هزار شب نخه. اینجا وقتی خدا دستور داره دیگه والدین چی میگه؟ یا ماه رمضان مثلا تو کنکور داری بخوای امتحان بدی، نمیخواد روزه بگی، نمیخواد روزه نخه، چون خدا وقتی دستور روزه داره، بله اگه واقعا در عسر و حرج میفته از روزه گرفتن اون حرف دیگری است، اما به خاطر امتحانش دست از روزه برداره این نه. یا مثلا پدر یا مادری گاهی موقع میگن حق نداری دیگه با فامیل رفت آمد، خب قطع رحم حرامه، پدر و مادر که نمیتونن دستور به حرام بدن، دستور به معصیت بدن. پس ببینید اطاعت از پدر و مادر، احترام به پدر و مادر تا جایی است که دستور به معصیتی ندن، بله تو اونجا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اونجایی که پای معصیت خداست نباید اطاعت از مخلوق کرد، اونجا رضایت خدا رو باید. متاسفانه چون یک گرد و غباری از یک فرهنگ شرکالود رو سر ما هم ریخته شده، واقعیت مسئله این هست که گاهی موقع‌ها جوان الان خیلی راحت در مقابل پدر و مادرش وای میسی، خیلی راحت هیچ واسه ممکنه جسارت بکنه، خیلی راحت میگه تو نمیفهمی، خیلی راحت این الفاظ رو به زبون جاری میکنه. غفلت از پدر و مادر متاسفانه یکی از سوغاتیای جاهلیت مدرن ماست. لذا مجبور میشیم که تو سال یه روز مادر قرار بدیم، یه روز پدر قرار بدیم. ما تو اسلام روز پدر نداریم، روز مادر نداریم. ما تو اسلام روز معلم نداریم، روز زن نداریم. چرا؟ چون هر روز مادره، هر روز پدره، هر روز معلمه، هر روز زنه. این نقش ها تو اسلام کمرنگ نیست که احتیاج داشته باشه با یه روز تبلیغات بکنیم بگیم ایها الناس به فکر مادرتون باشید. این که میبینید یه روزو به عنوان روز پدر، روز مادر قرار میدیم، این محصول غفلت زمان است که آدما چون غفلت میکنن به یاد مادر پدرشون نیستن، مجبوریم با تبلیغات بگیم ایها الناس به یاد مادرتون هم باشید. ولی چرا ما یه روز به نام روز اسکناس نداریم؟ چون هیچ غفلت نمیکنه، هیچ کسی غفلت نمیکنه از اسکناس. نقش اسکناس کمرنگ نیستش که بگیم ایها الناس به یاد اسکناساتون باشید. نمیخواد بگی، خودمون هستی، احتیاج نداره به تبلیغات. اما مادر، پدر، اینها معلم، این میشه غفلت ازش صورت. این مال یه فرهنگ دیگه است. ولی تو فرهنگ دینی ما نقش پدر و مادر کمرنگه. همین چیزایی که خدمتتون عرض کردم این کمرنگ بود که بالاترین چیز تو بندگی، طبق همین تفسیری که از شیخ طوسی الان خدمتتون عرض کردم، احسان به والدین، این کمرنگ. یک کسی خدمت پیغمبر اکرم رسید، عرض کرد که یا رسول الله من گناهی مرتکب شدم که گمان ندارم که دیگه بخشیده بشم. گناهی مرتکب شدم که بزرگی اون گناه به قدری است که گمان بخشیده شدن دیگه ندارم. بعد خودش گفت یا رسول الله در زمان جاهلیت که بچه ها رو زنده به گور میکردن، من چند تا دختر خودم رو زنده به گور کردم. آخرین دختر خودم رو وقتی که متولد شد خواستم بردارم ببرم برای زنده به گور کردن، دیدم زنم به التماس افتاد، شروع کرد گریه کردن، التماس کرد که این بچه رو نبر. چقدر وحشی بودن، حیوان بچه خودش رو زنده به گور میکنه، اما اون این کارو میکرد. میگه وقتی این بچه رو خواستم ببرم، همسرم خیلی گریه کرد، التماس کرد که این بچه رو نبر، تا دم در اومد ناله میزد. من دلم سوخت، برای همسرم دلم سوخت، این بچه رو رها کردم. 2-3 سال مخفیانه این بچه رو بزرگش کردیم، مخفیانه که کسی نفهمه که دختری در خونه ما هست و داره بزرگ میشه. ولی من همیشه خودخوری میکردم که یه لکه ننگو تو خونه داریم بزرگ بکنیم، همیشه خودخوری میکردم. تا اینکه یه مرتبه دیگه طاقتم تاق شد و همسرم که خونه نبود، این دختر بچه رو برداشتم رفتم به سمت بیابان برای زنده به گور کردن. 3 سالش 4 سالش همین حدود بود. میگه بردم برای زنده به گور کردن. وقتی شروع کردم یه چاله‌ای رو کندن، این دختر بچه خیال میکرد من میخوام باهاش بازی بکنم، میومد اونم کمک میکرد، خاکو میزد کنار. وقتی چاله رو کندم، این دختر رو گذاشتم توش، باز هنوز میخندید، خیال میکرد دارم باهاش بازی میکنم. شروع کردم خاک روش پاشیدن. پیغمبر داره اینا رو میشنوه. پیغمبر چی کشید؟
اون دل مهربان چی کشید، داره اینا رو میشنوه. شروع کردم روی این دختر بچه خاک ریختن، باز میخندید. اما وقتی که دید این خاک روش سنگین داره میشه و راه نفسش یواش یواش داره بند میاد، گریه افتاد. شروع کرد گریه کردن و ناله کردن. من بی توجه بی رحمانه روش خاک میریختم، توجه اصلا به گریه هاش نمی کردم. وقتی که خاک ریختم، آخرین کلامش که دیگه دهنش پر از خاک شد و مدفون شد، آخرین کلامش این بود که یا ابتا، بابا پناه به من برد. ولی من توجه نکردم، رو مدفون کردم. یا رسول الله، گناه دیگه بالاتر از این هست؟ من بخشیده میشم، چی کار میتونم بکنم؟ پیغمبر اکرم فرمود که مادرت زنده است؟ گفت نه آقا، دنیا رفته. فرمود خالت زنده است؟ و عرض کرد بله. گفت به خالت برو احترام کن و خوبی کن که شبیه مادرته، جبران اون گناهت بشه. به خالت که شبیه مادرته خوبی بکن که جبران اون گناهت بشه. الله اکبر. از این دین که بن‌بست نداره، الله اکبر از این پیغمبر که چجوری راه حل نشون میده. و واقعا اینکه و الله اکبر از نقش مادر که کی هست که احترام گذاشتن به شبیه مادر خاله میتونه جبران و کفاره اون چنان گناهی بشه. خوشا به حال اون کسانی که مادر و پدرشون زنده است میتونن کاری بکنن هنوز. تو اطراف کربلا، تو خود شهر کربلا یه عالمی بود که این عالم بزرگوار، عارف و عالم نازنینی، شب جمعه خواب دید که الان تو صحن امام حسین، همین الان تو صحن امام حسین یه جوانی وارد صحن شد، اومد جلوی ذریح وایساد، تو حیاط، تو خود صحن جلوی ذریح امام حسین ایستاد. ابا عبدالله هم از داخل اون قسمت ذریح اومد بیرون. این جوان سلام کرد، امام حسین با لبخند جواب سلام این رو داد که از لبخند امام حسین این جوانم تبسم کرد. این عالم از خواب بلند شد، فهمید این رویا صادقه است. همین الان خبریه تو صحن مطهر. دوید اومد تو صحن مطهر امام حسین، یه گوشه نشست. منتظر بود ببینه که چی میشه. یه چند دقیقه که نشست، دید یه جوانی از یکی این درا اومد. دقت کرد، دید همونیست که تو خواب دیده. دید اومد درست روبروی ذریح، تو صحن روبروی ذریح ایستاد. اما تو بیداری دیگه امام حسین رو نمیبینه که اومد به استقبالش، فقط این جوان رو داره میبینه که این جوان سلام داد، بعد تبسم کرد. فهمید کاملا خواب درسته، این واقعیتش هم. رفت جلو. گفت جوان شما چی کار کردی که امام حسین میاد به استقبال و بهت لبخند زد؟ این جوان که فهمید دیگه، خب ایشون هم میدونه، گفت حاج آقا واقعش ما تو روستاها و قبیله‌های اطراف کربلا داریم زندگی میکنیم، بوده یه فرسخی شاید کمتر بیشتر. من از چند ماه قبل پدر و مادر پیرم رو باهاشون قرار گذاشتم هر هفته یکیشونو بیارم زیارت، هر هفته یکیشونو بیارم کربلا. یه هفته نوبت پدرم، یه هفته نوبت مادرم. یه مرکبی داریم که این مرکب ضعیفه دیگه، 2 نفریشون رو نمیتونم سوار بکنم نوبتی. تا اینکه یه شب جمعه بود که نوبت پدرم بود، وقتی او رو سوار کردم و خواستیم راه بیفتیم، دیدم مادرم یه گوشه نشسته داره نگاه میکنه و گریه میکنه. دلش هوای زیارت کرده بود. من داشتم پدرم رو آماده میکردم، دیدم یه گوشه نشسته داره گریه میکنه. رفتم جلو، گفتم مادر جان با چی گریه میکنی؟ گفت دلم هوای زیارت کرد. گفتم مادر جان نوبت شما هفته بعد، این هفته نوبت بابا هستی. گفت میدونم ولی شاید تا هفته بعد زنده نباشم، دلم میختم مادر جان رو سرم میبرم، رو سرم. مادرم رو دوشم گذاشت و راه افتاد. یه مقدار که میرفتیم دیگه نفسم بند میومد، میشست. از یک فرسخ چند کیلومتر تا وقتی رسیدیم به صحن مطهر امام حسین، دیگه من تلو میخوردم از خستگی. همونجوری که مادرم رو دوشم بود، سرم خم بود، همینجوری رفتم تو و روبروی ذریح وایسادم. دیدم امام حسین اومد به استقبالم. من مادرم رو دوشم بود، سلام کردم. ابا عبدالله علیه السلام با یه لبخندی جواب سلام منو داد. حاج آقا 2-3 ماه هست پدر و مادرم هر دوشون از دنیا رفتن، ولی هر هفته که میام امام حسین هنوز میاد به استقبالم و جواب سلامم با همین لبخندی که شما تو خواب دیدی، تو بیداری جواب سلامم رو با همون لب. یکی اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله من مادرم خیلی کشخلقه، بهانه میگیره، اذیت میکنه، خیلی کشخلقی. پیغمبر فرمود اون موقعی که حامله بود نسبت به تو و بار تو رو میکشید و بعد تو زایمان تا دم مرگ رفت و بعدش تو رو شیر داد تا 2 سال، اون موقع کشخلق نبود؟ اون موقع خیلی خوب بود چون داشت تو رو تر و پشت میکرد. الان حالا بد اخلاق شد،
حالا دیگه به قول خودمون اخ شد. گفت آقا من حقشو به جا آوردم، من حق مادرم به جا. پیغمبر چیکار کردی؟ گفت آقا دو بار رو دوشم گذاشتم مادرم رو بردمش حج. رو دوش، حالا از چه شهری بوده نگفت که از کجا بوده. 2 بار رو دوشم گذاشتم بردمش حج. پیغمبر فرمود عجب، فکر کردی حقشو به جا؟ تو این 2 باری که رو دوشت گذاشتی بردی حج، حق یک ناله از ناله های او تو زمان زایمان رو هنوز جا نیاورد. حق یک ناله از ناله های مادرت تو زمان زایمان رو بجا. فکر کردی خیلی کار کردی؟ نسبت به مادر مرحوم شیخ انصاری تو بین فقهای شیعه اگه به تعداد انگشتان دست بخوایم اسم بیاریم، یکی شیخ انصاریه. واقعا آدم با تقوایی بود، واقعا معروف بود. بعد از رحلت شیخ انصاری معروف بود، میگفتن شیخ علمش به شاگردش میرزا حبیب الله رشدی رسید، شاگردش ارث برد علمش رو. سیاستش به شاگرد دیگرش میرزای شیرازی رسید، اما تقواش رو با خودش بگو. کسی دیگه نبود که مثل شیخ اون تقوای عجیب و غریب با یه زیارت جامعه گاهی موقعا خدمت امام زمان میرسید. یعنی زیارت جامعه میخوند، وارد میشد بر حضرت علی است. این شیخ انصاری یه مادر پیری داشت تو دسفول. این پیرزن یه مرتبه برای زیارت عتبات و برای دیدن پسرش که دیگه الان شده بود مرجع علل اطلاق شیعه، رفت نجف. وقتی وارد نجف شد، خانومهای نجف که من فهمیدن مادر شیخ اومدن در خونه شیخ، ازدحام رفت و آمد برای دیدن مادر شیخ. دستشو میبوسیدن، صورتشو میبوسیدن. یه مرتبه این پیرزن شب با پسرش شیخ مرتضی انصاری داشت صحبت میکرد. گفت مرتضی چرا این زنای نجف انقدر بیان دست و صورت من میبوسن؟ انقدر پاکه، انقدر ساده و بیشیله پیله است. میگه اینا برای چی میان دست من میبوسن؟ من چیم؟ من کیم؟ شیخ انصاری نمیخواست بگه مادر به خاطر من میان دستو میبوسن، اینو نمیخواست بگه. و مادر جان شما خب هر حال دائم الوضوء هستی، نورانی هستی، دوستت دارن میان دستو میبوسن. اون پیرزن گفتش که مرتضی خیلی ها هستن که دائم الوضوء هستن، چرا دست اونا رو نمیبوسن؟ گفت مادر شما خیلی اهل زیارتی، خیلی زیارت این ور میری، هر امامزاده ببینی میری زیارت، از این جهت میان دست تو رو میبوسن. گفت مرتضی خیلی ها هستن اهل زیارتن، چرا دست اونا رو نمیبوسن؟ گفت مادر شما اهل تهجد و نماز شبی، دست شما رو. گفت مرتضی این بهانه ها رو نیار، خیلی ها نماز شب میخونن، چرا دست اونا رو نمیبوسن؟ شیخ دید نمیشه، سر مادرش رو کلاه گذاشت. گفت مادر جان به خاطر منه، به خاطر منه که میان دستو میبوسن. گفت مرتضی مگه تو کی هستی؟ مگه چی هستی؟ یه بنده خدا بیشتر نیستی یا خودتو گم نکنی؟ تو کی هستی؟ مگه چی هستی؟ یه بنده خدا بیشتر نیستی، خودتو گم نکنی. پیرزن داره مرجع تقلید علل اطلاق شیعه رو هنوز تربیت میکنه. مادر اینه دیگه، هنوز داره او رو تربیت میکنه. خودتو گم نکنی. درود خدا بر مادران با عظمت و بزرگواری که گمنام و بینشان. گمنام، شما اسم بزرگانی رو تو تاریخ شنیدی، اسم دانشمندان، بزرگان، قهرمانان، اما اسم مادرشون رو نشنیدی. او گمنامه، او بی‌نام و نشان هست. گمنام و بی‌نام و نشان تربیت میکنیم، بچه رو میفرسته تو جامعه. درود خدا برش. در قرآن شما تو سوره احقاف یه آیه هست، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید این رو، یه لطیفه‌ای توش هست. خدا متعال ابتدا میفرماید و وصینا الانسان به والدیه احسانا. ما سفارش کردیم که هر کسی به والدینش احسان بکنه. خیلی خوب، به پدر و مادرش. بعد وقتی میخواد علت این که چرا باید به پدر و مادر احترام و احسان کرد، خدا میخواد علتشو بگه، شروع میکنه فقط از زحمات مادر اسپردن. یعنی دیگه پدر دیگه اینجا نیست. علت این که چرا باید به پدر و مادر احترام بکنیم، حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. مادر بود که 30 ماه زحمات بارداری و شیردهی و بیداری ها رو، سختی ها رو او کشید. دلیل این که چرا باید به پدر و مادر احترام بکنیم فقط زحمات مادر رو نقل میکنه. معلومه که اصل تو زحمت مادره و از این جهت هستش که مادر هستش که نقشش بسیار پررنگ و احترامش عجیب و غریب.
پیغمبر اکرم فرمود حق پدر اینه که ازش اطاعت بکنی، حق الوالد ان تطیعه، این که ازش اطاعت بکنی. و اما حق الوالده، اما حق مادر فهیهات، هیهات که بتونی حقشو به جا بیاری. بعد حضرت فرمود که اگر عمرت به تعداد روزهای عمرت به تعداد ریگهای بیابان و قطرات باران باشه، خدمت به مادرت بکنی، فقط زحمات دوران بارداریش رو نمیتونی جبران بکنی، فقط زحمات دوران بارداری. یکی کسی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من یه مادری دارم یه سنش گذشته کج خلقی میکنه، بد اخلاقه. پیغمبر فرمود اون موقعی که تو رو تو شکمت نگه میداشت دوران بارداری که سختی و زحمات رو تحمل میکرد، و بعد دوران شیردهی تو که شبهایی نمیخوابید، گرسنگی میکشید، تشنگی میکشید برای که تو راحت باشی، اون موقع کج خلق نبود؟ حالا که سنش مقدار رفت بالا دیگه تو بهش نیاز نداری، بد اخلاق شد؟ گفت یا رسول الله خب من پاداش زحماتشو دادم، حقشو به جا آوردم. پیغمبر فرمود خب چیکار کردی؟ گفت آقا 2 مرتبه رو دوشم گذاشتم بردمش مکه، 2 مرتبه رو دوشم گذاشتمش بردمش مکه. پیغمبر فرمود 2 بار رو دوشت گذاشتی بردیش مکه؟ خیال کردی زحمات مادر رو جبران کردی؟ این 2 باری که تو انجام دادی پاداش یک ناله از ناله های او در زمان زایمان اگر بشه، پاداش یک ناله از ناله های مادر که تا دم مرگ رفت تو رو به دنیا آورد، اگر پاداش یک نالش بشه. تو مستدرک الوسائل روایت هست جلد 15ش، پیغمبر فرمود اگر تو نماز مستحبی بودی، اذا کنت فی تطوع فان دعاک والدک، اگه پدرت صدات زد فلا تقطعها، نماز تو نشکن. و ان دعتک والدتک، اما اگه مادرت صدات زد فقطعها، نماز مستحبی تو بشکن. مادر عجیب و غریب هست، تو فرهنگ دینی ما نقشش کمرنگ نیست، خیلی هم پررنگ. ما تو روایاتمون فراوان داریم که اگر کسی میخواد تو خونش برکت فراوان وارد بشه، اگر میخواد عاقبت به خیری شامل حالش باشه، سعی بکنه کاری بکنه پدر و مادر یه دعای از ته دل برای او بکنن. پدر و مادر همیشه بچه‌هاشون رو دعا میکنن، اما دعا داریم تا دعا. یه موقع بچه یه شیرین کاری میکنه، اونایی که پدر و مادر هستن میدونن چی من دارم میگم. بچه گاهی موقع‌ها یه شیرین کاری میکنه که این پدر و مادر واقعا حالا به زبون خودمونی قند تو دلشون آب میشه، خوشحال میشن یه همچین بچه‌ای دارن، از صمیم قلب دعاش میکنن. این دنیا و آخرت رو برای اون بچه ایجاد میکنه، براش میاد. پیغمبر فرمود من سره ان یمد الله فی رزقه و یزداد فی عمره فلیبر والدیه. اگر کسی دوست داره، من سره، اگر کسی دوست داره که خدا عمرش رو طولانی کنه و رزقش رو زیاد کنه، فلیبر والدیه، به پدر و مادرش خوبی بکنه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا برش میگفت من کسی رو ندیدم که به جایی رسیده باشه، به جایی تو مقامات معنوی به جایی رسیده باشه مگر اینکه دعای پدر و مادر پشت سرش باشه، و کسی رو ندیدم که شکست خورده باشه تو زندگی، سقوط کرده باشه، مگر اینکه دعای پدر و مادر پشت سرش نیست. حالا نه اینکه نفرین پشت سرش ها، اما دعای پدر و مادر پشت سرش نیست. حاج اسماعیل آقای دولابی از اهل معرفت تو تهران، من جلساتش میرفتم، ایشون میگفتش که یکی از بازاریای تهران رو من میشناختم، تو زمان کسادی بازار از در و دیوار براش میبریم. میگو من تو نخش بودم که این چی کار میکنه که این شکلی زندگیش با برکتی. میگو دیدم نه کار خاصی نمیکنه، مسجد میاد مثل بقیه مسجد میاد، روزه میاد خب مثل بقیه میاد، میشناختم. یه مرتبه ازش سوال کردم که فلانی شما پدر و مادرت زنده است؟ گفت حاج آقا مادرم زنده است، پدرم از دنیا رفته. گفتم سر میزنی به پدرت؟ گفت حاج آقا از اون موقعی که از دنیا رفته چند ساله از دنیا رفته، از ماه بیشتر نمیگذره، یه ماه یه مرتبه بیشتر نمیشه که حتما سر قبرش میره. حاج اسماعیل آقای دولابی میگه من می‌خواستم بهش بگم تو ماهی یه مرتبه میری اینجوری برات میباره، اگه هفته‌ای بری نمیتونی جمعش کنی، اگه هفته‌ای بری انقدر برات میریزن که نمیتونی جمعش. بهش نگفتم، ترسیدم که واقعا ظرفیت نداشته باشه انقدر براش بریزن نتونه جمع بکنه، بهش نگفتم. گفتم خیلی کار، همون یه ماه یه مرتبه برو، خیلی کار خوبی. فهمیدم همینه سرش، همین برکت دنیا آخرت هم همینجور هستش. پدر و مادر، به خصوص مادر
تربت امام حسین که امان لکل شیء، امنیت برای هر چیزی هست و شفاء لکل داء و شفاء هر دردیه. این کسی که دچار به هر حال یه نفرینی شده که فرزنددار نمیشه، حتی اگه تربت رو هم استفاده بکنه فایده نداره. من همین رو عرض بکنم خدمتتون. یه راه هست که اگر کسی خدای نکرده، نه فقط بحث نفرین رو نمیخوام بگم، اصلا پدر و مادرتون هم خیلی خوبه باهاتون، هیچ مشکلی نداره. یک راهی هست عجیب برکات تو زندگی انسان، عجیب گره های زندگی آدم رو باز میکنه و اون این هستش. اونایی که پدر و مادرشون زندن که خب هیچی کنارشون، اونایی که از دنیا رفتن، این راه رو عنایت بکنید. حتی اگر بدترین نفرین هم پشت سرش باشه، چه برسه اگه نفرین نباشه، برکات میاد تو زندگی، گره های زندگیش باز. چیکار؟ 40 هفته آدم با خودش تصمیم بگیره 40 تا از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، این 24 ساعت از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه که سر قبر رفتن و به مزار رفتن توصیه شده تو این 24 ساعت، با خودش تصمیم بگیره که 40 هفته سر قبر پدر یا مادر یا هر دوشون، هر کدوم از دنیا رفت یا اگه هر دوشون از دنیا رفت، بره و اونجا دعا بکنه برای پدرش، مادرش، یه سوره یاسین، یه سوره حمدی، یه چیزی بخونه بالاخره و اونجا دعا بکنه. سخت ترین گره هایی که تو زندگی آدم افتاده اینجوری باز میشه. این تجربه شده است. 40 هفته، این که میگم 40 هفته، چه بسا به 40 هفته نکشه، همون 2 هفته اول کسی بره درست بشه کار، همون 2-3 هفته اول که بره کار درست. حاج اسماعیل آقای دولابی تهران، خدا رحمت کنه ایشون میگفتش که من یکی از بازاریای تهران رو میشناختم که در زمان کسادی بازار، که بازار تهران کساد بود، از در و دیوار براش برکت میخواد. تو زمان کسادی میگفت من هر چی دقت کردم، رفیقم هر چی دقت کرد، این عمل خاصی تو زندگیش نیست، مثل بقیه است. یه مرتبه ازش سوال کردم که فلانی شما پدر و مادرتون زنده است؟ گفت حاج آقا پدرم از دنیا رفت. گفتم بهش سر میزنی؟ گفت قطعا نمیگذارم یه ماه بیشتر بشه، سر میزنم سر قبرش بی. فهمیدم که رو همین جهته که برکت داره. میخواستم بهش بگم تو هر ماه میری اینجوری از در و دیوار برات میباره، اگه هر هفته بری دیگه نمیتونی جمعش کنی. ترسیدم که واقعا نتونه جمعش بکنه، ظرفیت چون نداشته باشه بهش نگفت، ولی فهمیدم به خاطر همین. پیغمبر فرمود اگر کسی میخواد رزقش زیاد بشه این کار رو. یه کتابی هست من توصیه میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این کتاب رو اونایی که نخوندن حتما بخون، اونایی که خوندن 2-3 بار بخون. من خودم چندین بار خوندم. یه کتاب کم حجم ولی بسیار تاثیرگذار. هر کتابی ارزش خوندن نداره ولی این کتاب واقعا ارزش خوندن رو داره. این کتاب از یک قلم پاک، از یه دست پاک، محدث قمی صاحب مفاتیح، ایشون واقعا این که میگم دست پاک، واقعا دست پاک. یکی از اقوام ایشون مریض شده بود، یه لیوان آب دست ایشون دادن، گفتن حاج آقا میشه یه سوره حمد بخونی، یه سوره حمد رو این آب بخونید ما بدیم مریض بخور. گفت من از زبان خودم خیلی خاطر جمع نیستم که گناه نکرشه من بخونم که تأثیرش، اما از دست خودم خاطر جمعم که فقط قال الصادق و قال الباقرش، از دستم خاطر جمع هست. دستشو شست، نوک انگشتشو زد تو اون آب، گفت اینو بریش، که رفته بودن داده بودن، در دم شفا پیدا کرد. این قلم پاک. کتاب‌های ایشون بی استثنا تاثیرگذار، بی استثنا. و از جمله کتب ایشون کتاب منازل الاخره است. این کتاب اسمش عربیه اما خودش فارسیه، منازل الاخره. بسیار کتاب ارزشمند. تو این کتاب ایشون یه چیزی رو نقل کرد، فرموده که زمان پیغمبر اکرم فهمید پیغمبر که یکی از اصحابش که جوان هم هست هنگام مرگش، پیغمبر رفت برای دیدنش. وقتی رفت دید این جوان خب به هر حال رو به قبله کردنش و کنارش یه خانومی هست آهسته آهسته داره گریه میکنه که معلوم بود مادرش. پیغمبر بالین این جوان نشست، شروع کرد تلقین کردن، همونی که یکی از آداب محتضر اینی که آدم اعتقادات رو بهش تلقین بکنه. اون بنده خدا الان گیجه و الان چه عوالمی رو داره میگذرونه، گیجه. اونایی که کنارش هستن کمک بهش. پیغمبر شروع کرد تلقین کردن که بگو لا اله الا الله، بگو دونه دونه اعتقادات رو. این جوان هیچ نمیگه، زبانش قفل شده، هیچ نمیگه. پیغمبر دید وضعش خیلی خراب، رو کرد به اون خانومی که اونجا نشسته بود، گفت شما مادرشی؟ گفت بله. گفت شما کدورتی داری از جوونه؟ مشکلی باهاش داری؟ گفت یا رسول الله 6 سال من باهاش قهرم، باهاش حرف نمیزنم، آتیش زده دل من، خیلی به من جفا کرد، 6 سال من باهاش حرف. پیغمبر فرمود الان وقتش نیست، الان این جوان احتیاج دیگه، وقت دورت و اینا بگذر. او گفتش رضا الله به رضاک یا رسول الله، اگه شما راضیه منم راضی هستم. گذشتم ازش، من بخشیدم. پیغمبر باز با اون جوان گفت بگو لا اله الا الله، زبانش باز شد، شروع کرد به پیغمبر فرمود چی میبینی؟ اون جوان گفت آقا یک موجود سیاه و بسیار بدبویی رو دارم میبینم که از بوی بدش دارم خفه میشم، از بوی تعفنش اصلا نفسم بند. پیغمبر فرمود بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر
الیسیر واعف عنا الکثیر انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کم ما رو میپذیر، عمل کم ما و گناهان زیاد ما رو ازش میگذری. خدای عمل کم ما رو قبول کن و از گناهان زیاد ما بگذر. اینو بگو. این جوان شروع کرد گفتن. پیغمبر فرمود الان چی میگه؟ گفت آقا میبینم اون موجود سیاه داره میره و یک جوان بسیار زیبا و معطری داره. ملک مرگ رو میگه. ملک مرگ ملائکه گناه ندارن که بد شکل باشن، بد قیافه باشن. حضرت عزرائیل از ملائکه مقرب مقامش بعضی از ادله برمیاد، از حضرت جبرائیل هم بالاتره. حضرت عزرائیل فوق العاده است، بسیار زیباست. مرحوم آیت الله استاحمد آقای خانساری ایشون میگفت 6 روز یا 7 روز مونده به رحلتش، ایشون دیده بود حضرت عزرائیل رو که 7 قدم اومده بود به سمتش، که به اطرافیانش گفته بود که من 7 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. 7 قدم یعنی بعد مقصودم اینجاست. آیت الله آقای خانساری میگفتش من تعجب میکنم اینایی که از حضرت عزرائیل میترسن، به قدری زیبا بود ایشون، اصلا آدم میخواست از زیبایی ایشون رو دیدن غالب توهی کنه. حضرت عزرائیل اینا ملک مقربن، ملک معمولی هم نیست. گفت یا رسول الله دارم میبینم که یک جوان بسیار زیبا و معطر داره میاد و اون سیاه داره میشه. اگر کسی اونها رو زشت میبینه خودش زشت. اونا در واقع اون دم آخر مثل یه آینه ای هستن که خود آدم رو تو اون آینه آدم میبینه. گفت مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست. مرگ هر کسی همرنگ خودشه. پیش دشمن و با دوست. پیغمبر گفت بازم تکرار بگو. این باز 2 مرتبه همون دعا رو تکرار کرد. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل بنا الیسیر واعف عنا الکثیر. پیغمبر فرمود الان چی میگه؟ گفت آقا اون سیاه نیست، همین جوان زیبا الان جا هست از دنیا رفت. محدث قمی بعد از نقل این قضیه یه ببین صاحب نفستر از پیغمبرم کسی هست؟ صاحب نفستر از پیغمبرم کسی؟ پیغمبر به این جوانی که مادرش ازش راضی نبود تلقین میکرد، این زبانش قفل شد، نمیتونست لا اله الا الله. یکی از بزرگان مراجع شیعه در طول تاریخ، شاید کم نظیر، اسمش همتون شنید، شیخ اعظم شیخ انصاری. واقعا ایشون تو بین فقها و بزرگان شیعه ما به تعداد انگشتان یک دست مثل ایشون نداشت. شیخ انصاری رو میگفتن وقتی از دنیا رفت علمش رو یکی از شاگردانش میرزا حبیب الله رشدی به ارث برد، سیاستش رو یکی دیگه از شاگردانش میرزای شیرازی به ارث برد، اما تقواش رو با خودش به گور برد. کسی نبود که جانشین او تو اون تقوای عجیب و غریبش بشه. این شیخ انصاری یه مادر پیری داشت، اهل دسفول بودن دیگه، اصلیتش دسفولی. خود شیخ خب تو نجف بود و از مراجع نجف، مادرش تو دسفول زندگی میکرد. یه مرتبه اومد نجف و عتبات، هم برای زیارت هم برای دیدن پسرش که دیگه الان بزرگ شیعه شده، اومد برای دیدنش. وقتی اومد زنان نجف که فهمیدن مادر شیخ انصاری اومده، همه اومدن برای دیدنش. خونه شلوغ، رفت آمد، می اومدن دستشو میبوسیدن، صورتشو میبوسیدن. این پیرزن یه مرتبه شب با پسر شیخ انصاری گفت مرتضی، شیخ مرتضی انصاری گفت مرتضی این زنای نجف چرا بیان دست منو میبوسن، چرا صورت منو میبوسن؟ شیخ انصاری نمیخواست بگه مادر به خاطر منه که میان دست، اینو نمیخواست بگه. گفت مادر جان چون شما دائم الوضوء هستی، نورانی هستی، از این جهت میان دست و صورت. گفت مرتضی خیلیا هستن دائم الوضوء هستن، چرا فقط دست من؟ گفت مادر شما چون خیلی زیارت میری نجف، کربلا، این ور خیلی اهل زیارت میان دست شما رو میبوسن. گفت مرتضی خیلیا هستن که زیارت. گفت مادر شما چون اهل تهجد و نماز شب هستی، از اینجا هر چی میگفت او جواب داد. آخر شیخ انصاری مجبور شد گفت مادر جان به خاطر من هست که میان دستتو میبوسن، به خاطر من. او گفتش که مرتضی مگه تو کی هستی، مگه تو چی هست؟ یه بری خودتو گم نکنی، یه بنده خدا. شیخ انصاری زیارت جامعه کبیره میخوند، گاهی موقع بر امام زمان وارد میشد، اما این مادر هنوز داره تربیت میکنه. مرتضی مگه تو کی هستی، مگه تو چی هست؟ یه بنده خدا هست، خودتو گم نکنی. درود خدا بر پدران و به خصوص مادرانی که گمنام و بی‌نشان تو خونه ها حامل فضیلت ها و خوبی ها به بچه هاشون هستن. درود خدا برشون. شما اسم بزرگان تاریخ رو خیلی شنیدید، سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس، از نوابغ، از دانشمندان، اما اسم مادرشون نشنید. اون مادر گمنام، اون بی‌نام و نشان، او هستش که امثال اینها رو تربیت. درود خدا بر همشون. امیرالمومنین میفرمود من هر موقع خونه میرفتم لقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان. زهرا رو نگاه میکردم غمم برطرف میشد. بهشت بود. خب حالا ببینید، خوب دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم ازتون. تو همون روایتی که داشتم از جلد 43 بهار نقل میکردم که از امام صادق سوال شد چرا به مادرتون میگن زهرا، اون نورانی، که امام صادق فرمود
خداوند فرمود این نور رو از عظمت خودم خلق کردم، در صلب نبی از انبیا هم که بهترین پیغمبره قرار دادم. بعد دنبالش خدا فرمود اخرجوا منه انوار ائمتی، انوار ائمه خودم رو، الذین یهدون بامری و یقومون، اون کسانی که مردم رو هدایت میکنن، انوار ائمه رو از نور زهرا گرفتم. خدا شاهده اگر کسی یه مقدار رو این جهت فکر بکنه ذهن دیگه کشش نداره. یعنی انوار امامان ما از نور حضرت زهرا، نور حضرت زهرا از خدا، یعنی واسطه از حضرت زهرا. حضرت زهرا واسطه است، یعنی فیوزاتی از خداوند متعال به اهل بیت توسط حضرت زهراست. این همونی است که و امنا فاطمه حجت الله علینا، مادرمون فاطمه حجت خدا بر ما بود. تو روایت دیگه هم هست. بی خود که نمیگن ام ابیها، بی خود که نمیگن ام الائمه. ما زود بنا میکنیم ام الائمه یعنی مادر ائمه. خب بله، ولی نه فقط یعنی مادر جسمی. خب این که معلومه جسم ائمه از ایشون بود، اما نه، معناش ریشه است. ریشه درخت چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه درخت رو. درست؟ ریشه درخت رو تغذیه میکنه. ام الائمه ریشه است، تغذیه میکنه ائمه رو تغذیه میکنه. فیوزاتی از حضرت زهرا به اونها میرسید. این فوق العاده هستش. یکی از مراجع با عظمت تقلید که در اصفهان بود، آیت الله ایاست جمال گلپایگانی، صاحب رساله بود ایشون. آقا جمال گلپایگانی هم درس و هم بحث آیت الله بروجردی. الان نوه‌هاش و نواده‌هاش تو تهران هستن، من رفت آمد داشت. خب ایشون آدم با عظمت، جوونیاش اصفهان بود، بعد دیگه حدود 27 سالگی رفت نجف که دیگه تا آخر عمرش هم نجف بود. الان همون نجف تو وادی سلام دفن. خود ایشون تو جوونیاش میگفت من تو قبرستان تخت فولاد بودم، گفت داشتم تو بین قبرها فاتحه میخوندم، دیدم یه جنازه رو تشییع کردن آوردن، یه نفر از اون جمع دوید اومد گفت حاج آقا شما سید هستی، اگه میشه بیا تلقین این متوفا، این عزیز ما رو هم بخون. میگه من رفتم تو قبر، رفتم وارد قبر شدم و شروع کردم تلقین رو خوندن. اسم افهم یا فلان ابن فلان، شروع کردم این رو خوندن. میگه برزخشو دیدم. خب ایشون اهل این حرفا بود کامل. گفت عالم قبرشو دید. گفت دیدم که به من میگه که نمیفهمم چی. حالا من میگفتم بفهم، اسم افهم. گفت نمیفهمم چی می. و میدیدم دور قبرش شیطانک هایی هستن که دارن میخندن و میرقصن از خوشحالی که یکی بی ایمان رفت، که یکی بی ایمان. آیت الله جمال گلپایگانی میگه من دیدم وضعش خرابه، سریع اومدم بیرون، گفتم که پدر و مادر این جوون کجا هستن؟ یه خانومی بود خیلی به سر و کلش میکوبید و گریه میکرد. خودم حدس میزدم این مادرش باشه. گفتن مادرش که ایشون. دیدم خب اون اصلا نمیشه رفت جلو، اون شکلی داره گریه میکنه. گفتم پدرش؟ نشون دادن یه کسی هست، آقایی آروم آروم داشت گریه میکرد. رفتم پیش او، گفتم که آقا ایشون پسر شما چجوری بود؟ گفتش که پسر من خیلی پسر متدین بود، اهل علم، طلبه اهل علم، خیلی بچه مقدس و خوبی. گفتم که شما دلخوری ازش داشت؟ گفت واقعش یه عیبی داشت این پسر من که هنوز دل من ازش گرفته است، با اینکه به هر حال دعا میکنم اون ته دلم هنوز ازش راضی نیست. و اون اینکه چون من سواد ندارم، منی که باباشم سواد ندارم، گاهی موقع توی جلسه‌ای که دیگران نشسته بودن وقتی من اظهار نظر میکردم گفت بابا شما که سواد نداری دیگه حرف نزن. 2-3 مرتبه منو خیت کرد تو جمع، 2-3 مرتبه من رو خیت کرد تو جمع. من خیلی دلم شیست که اگه آدم 4 تا کلمه چیز یاد بگیره باید اینجوری باباش رو بشکنه. گفت بهش چی نمیگفتم اما تو دلم خیلی ازش دلگیر. آیت الله جمال گلپایگانی میگه من بهش گفتم که آقا الان وقت این حرفا نیست، الان بگذر و به زبان جاری کن و به خدا بگو که خدای من گذشت، الان وقتش نیست، وضعیت خوب نیست. نقل نکردم بهش که چی، گفتم وضعیت پسرت خوب. او گفت حاج آقا معلومه که میگذرم، به هر حال پسرم پاره تنم انقدر خوبی داشت که این چیزی پیشش نیست، خدایا از ته قلب ازش راضی، هیچ من ازش بدی ندارم، دلم نیست. آقا جمال گلپایگانی میگه دیدم دارن سنگ لحد رو میچینن. گفتم دست دیگه دارید. باز رفتم تو قبر، شروع کردم تلقین رو خوندم. اسم افهم یا فلان ابن فلان، شونهشو تکون میدادم. میگه باز برزخش رو دیدم یه لبخندی زد. گفت آقا میفهمم چی. اون شیطانک هایی هم که دور قبرش میخندیدن و میرقصیدن دیگه نبود. یه مرتبه دیدم امیرالمومنین تشریف آورد. میدیدم حضرت امیر علیه السلام تشریف آوردن. فرمودن شما دیگه برو، بقیه‌اش با ما، از این به بعدش شما دیگه. من دیگه خیالم راحت شد دیگه، از قبر اومدم بیرون، گفتم رو قبر رو بپوش.
گفتم رو قبر رو بپوش. پدر و مادر رو اگر آدم بخواد، اونایی که دنبال یه نسخه‌ای هستن که به خدا زود برسه، سریع و سیرترین نسخه است.